د لوی بخونکي خدای په نامه ټولو دوستانو ته ښه راغلاست وایم. نن په ټوله کې د فرهنګي مطالعاتو د لړۍ په دوام کې مشخصا د موسیقۍ په اړه خبرې کوو او د موسیقۍ نوی پروګرام البته پیل شوی دی. دا یې لومړنۍ غونډه ده. موږ په ټوله کې د افغانستان په ټوله کې د موسیقۍ په اړه چې دا د موسیقۍ ټول ژانرونه، آلات، سبکونه او سندرې، ترانې، ټپې، چاربیتې او هغه شعري برخه چې دی دا حتی په راتلونکي کې د دې سرمونیز چې ورته وایي یا مجالس چې په نظر کې نیول شوي دي په ټوله کې په دې باندې بحث کیږي. البته د موسیقۍ د پروګرام په لړۍ کې د دې لړۍ لومړۍ غونډه نن ده چې موږ سره استاد سرمست میلمه دی او ډېر خوشحاله یو چې موږ ته وخت راکړي او زحمت یې وویست چې راشي د افغانستان د موسیقۍ په اړه، د افغانستان د موسیقۍ د هویت او د ماهیت په اړه بحث وکړي. د دې لپاره چې استاد سرمست ته یوه لنډه مقدمه شي، زه غواړم ډېر لنډ ځینې خبرې ولرم چې د همغې په محور کې به استاد خپلې خبرې شروع کړي. دوستایی که خب من میتونم به دری هم صحبت کنم، دوستایی که پشتو نمیفهمن البته زیاد خوب صحبت کردن نمیتونم، میشه که اگر با احترام موسیقی قبول کنید. بله خب ما اصلا به موسیقی من حیث یک پدیده فرهنگی میبینم، چون مسلک ما تا یک اندازه من شاگرد مطالعات فرهنگی هستم، تا اندازه از پس منظر یک پدیده فرهنگی که در زندگی ما و شما وجود داره بحث میکنیم. خب موسیقی از لحاظ یک پدیده فرهنگی میشه خود موسیقی یک پدیده ابسترکت یا چیزی که در کل همه مسائلی که قبلا ذکر کردیم که مسئله شعر است، مسئله آلات موسیقی است و مسئله هنرمندا هست و حتی محافل است یا محافل موسیقی سرمونیز است که از تاریخ به این طرف تا امروز آمده و با ایجاد آمدن مدرنیته استاندارد شده و بالاخره فعلا ژانرهایی که ما در موسیقی فعلی داریم و به شکل تولید و باز تولید ادامه پیدا میکنه و ما من حیث یک پدیده تولید شده یا یک پروداکت او را استفاده میکنیم، او را تقاضای از یک وقت مایه از استفاده میشه و بالاخره از بین میره و باز تولید میشه و این پروسه بالاخره تا یک وقت دوام پیدا میکنه. به می اساس زمانی که خب از مدرنیته بحث کردیم، وقتی که دولت کانسپت ملت دولت ایجاد شد خصوصا در اروپا، چنانچه تاریخ، ادبیات و مسائل دیگه که به طرف استانداردیزیشن رفت، یعنی استاندارد شد و یک عنصر مدرنیته هم رفتن به طرف استانداردیزم است، یعنی همه چیز باید با استاندارد باشه تا بتونه که کسی که استفاده میکنه تولید از او قسمی باشه که مصرفش آسانتر شود. البته در اروپا و در کشورهای دیگه که خصوصا در فرانسه و ایتالیا و کشورهایی که مهد تمدن مدرنیته هستند روی موسیقی کار شد و بالاخره امو پارچهای موسیقی و یا آوازهای موسیقی و همچنان آلات موسیقی که پراگنده بودن و من حیث فرهنگ عامه یا فولکلور استفاده میشد در قرا و قصبات اونجا جمعوری شد و بالاخره یک استانداردی به وجود آمدن و یگانه رولی که در وقت داشت مسئله نوتیشن بود، یعنی موسیقی به شکل کتبی در کتاب ها ثبت شد و به شکل کتبی انتقالی از این به نسل های آینده از روی کتاب شد، نه سینه به سینه. بنابراین این پروسه استانداردی یا پروسه استانداردیزم زمان موفق بود که کسی که خصوصا در آلمان، مثلا در آلمان بعد از اینکه در زمان حکمتداری بیسمارک که یا میخواستن که بالاخره یک آلمان واحد به وجود بیاید، در تمام ایالت‌های آلمان
کسانی را موظف ساختن که برن و جمعوری بکنن، نه تنها مثلا موسیقی را بلکه فولکلور را، بلکه قصه ها را، بلکه فکاهی ها را و تمام امو میراث فرهنگی که در وجود داشت یک بخش موسیقی بود. این پروسه با کشورهای چون افغانستان، البته افغانستان زیاد شاید یاد نشه، با کشورهای غیر اروپایی، آسیا یا شرق اروپا و کشورهای آسیایی در اوایل قرن 20 و آخر قرن 19 تقابل میکنه. دو مثالی که به نظر ما امروی افغانستان از لحاظ تاریخی هم یک اندازه نزدیک هستند، یکی کشور ترکیه هست و دوم کشور ایران است که اتفاقا ما در حوزه مشترک فرهنگی با ایران قرار داریم و با از یکی دیگه خود متاثر هستیم و بعدا ما آهسته آهسته به طرف حوزه فرهنگی غرب، باز معذرت جنوب در حرکت شدیم، چون حوزه فرهنگی که وقتی ما نامش میگیریم ترک تبارایی که در شمال دریای آمو زندگی میکنن و فارسی فرهنگ خراسانی یا فارسی که در غرب افغانستان هستند و بالاخره بعدا در جنوب افغانستان که فرهنگ هندی و یا کشمیری وجود داشته، یک حوزه بسیار بزرگ فرهنگی به وجود آوردن. کشورهایی که مسئله ملت دولت را مطرح میکردن البته حوزه بزرگ فرهنگی برایشان معنایی نداشت، چون میخواستن یک هویت مشخصی از خود داشته باشند، چی در تاریخ، چی در ادبیات و چی در سیاست در کل. و موسیقی هم از این در امان نماند. موسیقی هم باید یک هویت، یک استاندارد مشخصی موسیقی به وجود بیامد که بالاخره وقتی ما نام موسیقی ایرانی میگیریم یا موسیقی فارسی، بارز معذرت موسیقی ایرانی چون موسیقی فارسی کلمه‌اش تفاوت میکنه، یا موسیقی ترکی فعلا ترکیه به وجود هست، یک هویت مشخص داشته باشد. البته در زمان امپراتوری عثمانی موسیقی دربار و این تجربه در ایران و در کشورهای اروپایی هم بوده. موسیقی دربار با موسیقی عامه یا فولکلور تفاوت داشته. بسیار زیاد تفاوت اساسیش این بوده که دسترسی مردم عام به موسیقی دربار بسیار کم بوده. موسیقی دربار مختص از آواز، شعر و آلات موسیقی که در دربار با یک کتله خاص آریستوکراتیک و الیت اجرا می شد، مردم دسترسی نداشتن برای با این موسیقی دربار. و موسیقی عام موسیقی است که فعلا ما نظر به مناطقی که چی در ترکیه و چی در افغانستان به وجود داشتن، نظر به بو فرهنگ محلی که بود، صداها، آهنگها، نغمه‌ها، آلات موسیقی و حتی مجالس و محافلی که اینها بالاخره یک جای می شدن و موسیقی می نواختن فرق می‌کردن. با آغاز قرن 20 در اوایل قرن 20 زمانی که از امپراتوری عثمانی طرف جمهوریت میرن، هدفشان رویشان طرف غرب بود و هدف اساسی بوده که به چه اندازه به طرف مدرنیته به کلمه عامش و با یک اصطلاحی که بسیار زیاد آسانتر بگوییم و طرف غربگرایی برن. هدف طرف غربگرایی رفتن بوده. بناهن آثار موسیقی یا تاثیرات موسیقی غربی روی موسیقی محلی در ترکیه ایجاد شد و به می اساس موسیقی درباری عثمانی چون از لحاظ ایدئولوژیک با ایشان مشکل داشت، بنای موسیقی شرقی یاد شد و در کل رد شد. زمانی که یا خواستن یک هویت موسیقی ترکی را ایجاد بکنن، پروسه ای را که با مو استانداردسازی موسیقی محلی آغاز شد، آهنگ ها جمع‌آوری شد، نوت ها جمع‌آوری شد و بالاخره آلات موسیقی محلی با آرمونی موسیقی غربی یا چند صدایی که در موسیقی غربی وجود آمد یک جا شدن و نامش ماندن موسیقی ملی ترکیه. بالاخره یک چیز ساخته شده هست و با ایجاد رسانه‌های همگانی، معمولا مخصوصا رادیو و محافل کنسرت توی دیگه پا، موسیقی از طرف بالا به طرف پایین سوق داده شد و به مردم به شکل اشکال قبولانده شد که موسیقی ملی ترکیه این چیزی است که شما فعلا دارین.
این یک مقدمه بسیار کوتاه بود که ما بیاییم پس سر مسئله افغانستان. در کل ما بحث وقتی بحث موسیقی و ماهیت موسیقی ملی مطرح میشه، ما از کجا آغاز میکنیم؟ این پروسه با پروسه ملت سازی در کجا ارتباط داره؟ و در عین حال جایگاه موسیقی های محلی یا لوکال که ما موسیقی قطقنی و موسیقی خرابات و بالاخره موسیقی مشرقی، موسیقی هراتی و موسیقی های دیگه که ایجاد شده و تا فعلا استاندارد نشده و ما نمیتونیم که از او یک موسیقی ملی بسازیم، جایگاه ازی در کجا است؟ و از همه مهمتر آیا این پرسا نکرده میتونیم که ما به نام موسیقی ملی چیزی داریم یا نه؟ وقتتون گرفتم. ما سخنرانی را رشته سخنرانی را به استاد واگذار میکنم. امیدوار هستم که استاد از یک اندازه از پس منظر تاریخی موسیقی در افغانستان و بالاخره تا امروز به شکل عمومی صحبت بکنن و کانسپت های ارائه بکنن که ما یادداشت بکنیم و بالاخره در پروگرام های بعدی مشخصا سر بعضی مسائل مشخص موسیقی که در افغانستان است، موسیقی محلی و نامهای دیگری باشه، صحبت بکنیم. بسیار تشکر.